مشترکا رو که میرام سید کنی که می جنگ میکنه، این پدر نالت، این پدر نالت، این کاکا نالت، نالت معناش لعنت است. دشنام از این اینا الله متعال میگه که الله اینا رو لعنت کرد. چرا این لعنت گفتن بد گپ است؟ به خاطر که وقتی که یک کس را میگه لعنت الله سر تو، یعنی الله تو را کافر بمیرانه، الله تو را کافر بمیرانه، تو از رحمت الله ناامید شوی. حتی علما میگه که برای یک کافر که زنده باشه لعنت نگوی، به مسلمان خو ابدا گفته نمیتونی. برای کافر که زنده است بگو هدایتش الله میکنه. باز کسی که کفرش صریح است و با مردار شد با کفر مثل ابو جهل و فرعون و هامان و شداد، بازی را میتونی که لعنت، یا ابلیسی که لعنت شده الله را لعنت کرده. اما تو یک انسان یا یک جن که زنده هست برش لعنت نمیگی، بلکه میگه الله هدایت کنه، الله همین کافرها را هدایت کنه، همین منافقا را الله هدایت کنه، همین بی‌دینا را الله هدایت کنه، همین جنهای خرابی که مردم آزار میدن الله هدایت کنه. همیشه این است.